سلام، وقت شما بخیر. در این آموزش میخوام بهتون یاد بدم چجوری از ربات روی وبسایت ویزامتریک برای رزرو قرار ملاقات استفاده کنید. وبسایتی که براتون باز کردم وبسایت آلمان هست. شما میتونید وبسایت ایتالیا رو به همین حالت باز بکنید و روند کار تفاوتی نداره. وارد وبسایت ویزامتریک میشید. بخش روش‌های درخواست روادید رو انتخاب میکنید. رزرو قرار ملاقات رو کلیک میکنید. در این بخش دنبال لینکی میگردید که شما رو ارسال کنه به بخش مرحله انتصاب سایت که در این مدت خیلی عوض شده. حتما بگردید پیدا کنید، ولی آدرس وبسایت مشخصه که من الان روی رزرو قرار ملاقات برای ویزای ملی کلیک کنم. این صفحه برای من باز میشه که این صفحه برای وبسایت ویزامتریک و بخش قرار ملاقات هست. در حال حاضر در وبسایت آلمان ویزای علمی تحصیلی مدرسه و تایید و تصدیق مدارک همون لگال فعال هستش و وبسایت آلمان ایتالیا 4 مورد داخلش فعال هست. بعد از اینکه این صفحه رو باز کردید وارد مراحل میشید. یک بار مراحل رو به صورت دستی انجام میدید. شما اگر تایید و تصدیق مدارک دارید این رو میزنید، تایید میکنید، ملیت خودتون انتخاب میکنید و این موارد رو پر میکنید تا زمانی که به شما ارزم به حضورتون نشون بده که نوع واریزیتون مورد تایید هست. اینجا بررسی میزنید، شناسه حسابتون واریز انتخاب میکنید و موارد رو پیش میدید. یک بار به صورت دستی این فرآیند رو انجام بدید تا زمانی که به تقویم برسید. بعد از اینکه این موارد درست بود و واریزی شما به حساب نشسته بود و مشکلی وجود نداشت، وارد وبسایت ویزامتریک.تاپ میشید. بعد از ورود به سایت دکمه ورود یا ثبت نام وجود داره. روی این کلیک میکنید. اگر ثبت نام نکردید، اینجا ثبت نام نکردید رو کلیک بکنید، فرم ثبت نام براتون باز میشه. اگر هم ثبت نام کردید که ورود رو کلیک کنید. شما در این بخش میتونید به قسمت از منوی بالا ربات دریافت وقت رو روش کلیک بکنید. صفحه‌ای برای شما باز میشه که اینجا شما میتونید ربات رو تهیه کنید نسبت به اون شخص بودنتون یا آژانس بودنتون. میتونید این رو انتخاب بکنید. بعد از اینکه ربات رو خریداری کردید، ربات ورژن رایگان نداره، ربات رو خریداری کردید، لینک آخرین ورژن رو روش کلیک میکنید. فایل زیپ برای شما دانلود میشه. بعد از اینکه فایل رو دانلود کردید از حالت زیپ باید خارجش بکنید که من الان این کار رو انجام میدم. یک پوش روی دسکتاپتون یا هر جایی که دوست داشتین بسازین. محتویات داخل فایل زیپ رو منتقل کنید به فایل که دارید. اگر روی مک و لینوکس هستید فایل باز کنید و بررسی کنید که محتویات داخل فایل این 5 مورد حتما وجود داشته باشه. توی مرورگر فایرفاکس حتما این کار باید انجام بشه. دلیلش هم این هستش که توی مرورگر کروم تیک کلودفلر بارها و بارها از شما پرسیده میشه و این فرایند براتون اذیت کننده میشه. 3 خط بالا رو میزنید، روی ادان ترمز کلیک میکنید، این چرخ دنده بالا رو روش میزنید، گزینه دیباگ ادانس رو روش کلیک میکنید و در این بخش یک گزینه لود وجود داره. روی این کلیک میکنید. فایلی که دانلود کردین رو به پوشش میرید که بر من روی دسکتاپ و نیو فولدر بوده. یک فایل به نام manifest.json وجود داره. روی این دبل کلیک میکنید تا فایل داخل مرورگر به صورت پلاگین فعال بشه. بعد از اینکه این اتفاق افتاد شما وارد وبسایت ویزامتریک میشید. به برگه خانه برگردید و شما صفحه‌ای که در ابتدا میبینید این نوار قرمز دور به صورت نقطه چین هست و به شما میگه که کد توکن را وارد کنید. کد توکن روی وبسایت اگر مراجعه کنید بخش پنل کاربریتون مشاهده کد توکن هست که وقتی کلیک میکنید به بخش پروفایل شما رو منتقل میده و اینجا میتونید کد توکن خودتون رو مشاهده کنید. کد توکن رو کپی کنید و بعد از کپی کردن وارد وبسایت شید. مجدد اینجا کد توکن رو پیست کنید
روی درخواست فعالسازی کلیک میکنید، کد توکن شما بررسی میشه. بعد از اینکه بررسی شد حساب کاربری شما توی ربات اکتیو میشه و مشاهده نکردن کد توکن به منظور اینه که شما ثبت نامی که انجام دادید ربات رو داخلش خریداری نکردید. ربات قبلش حتما باید خریداری بشه. ربات ورژن رایگان نداره. این بالا ابتدا باید شناسه رو انتخاب کنید. وجود داره که یک فیلد کوچکتری بالاش هست که یک سلکتور هست، روی این کلیک کنید شناسه شما باید نمایش داده بشه، ولی چون شما شناسه وارد نکردید اینجا شناسه برای شما خالی هست. داخل وبسایت بخش ورود اطلاعات متقاضی وجود داره، شما به این بخش مراجعه میکنید. یک پروفایل شما میتونید داخل وبسایت وارد کنید به صورت مجاز در اکانت های نرمال شخصی و در اکانت های آژانس و فرآیندهای اینچنینی شما میتونید از ورژن آژانسی استفاده کنید که حتی اکثر 10 پروفایل رو پشتیبانی میکنه، ولی هر پروفایل رو باید به صورت مجزا خریداری بکنید. از همون بخش ربات دریافت وقت شما میتونید افزایش پروفایل انجام بدید و تعداد پروفایلتون رو بیشتر کنید. در ورژن های معمولی شما نمیتونید داده‌ای که وارد کردین رو حذف بکنید یا ویرایشی داخلش انجام بدید. در ورژن های آژانسی میتونید پروفایل خودتون رو حذف بکنید و مجدد پروفایل ایجاد بکنید. حتما داده هایی که داخل سایت وارد میکنید فایرفاکس نسخه کامپیوتر باشه. 2 ورژن 32 بیت و 64 بیتش اینجا لینک شده. اگر نیاز داشتید برای مک دانلود بکنید بخش نرم افزارهای کمکی رو میتونید باز بکنید. از این بخش عرضم به حضورتون که ورژن های مختلف فایرفاکس وجود داره، میتونید نصب بکنید و این مورد هم دقت بکنید که سرعت اینترنت شما باید سرعت معقولی باشه که بتونه فرآیند رو درست انجام بده. اون مرحله‌ای که به شما گفتم در ابتدا انجام بدید به حالت دستی رو باید راحت انجام بده. پیشنهاد ما اینه که حداقل سرعتتون 20 برای دانلود و 20 برای آپلود، پینگتون هم حداقل 20 باشه یا کمتر، که هرچی کمتر باشه به معنی بهتر بودنش است. اگر سرعت مطلوبی ندارید و فرآیند نمیتونید خوب انجام بدید، میتونید از سرورهای مجازی استفاده کنید. برای سرور مجازی هم تو اینترنت سرچ بکنید، خیلی از وبسایت هستن که سرور مجازی میفروشن و میتونید تهیه بکنید. این آموزش فقط برای کامپیوتر و ورژن فایرفاکس هست. ورژن کروم پیشنهاد نمیدیم بهتون که نصب بکنید، به این دلیل که بهتون گفتم تیک کلودفلر بارها بر بارها ازتون پرسیده میشه و این فرآیند اذیتتون میکنه. کد توکن که وارد کردید بعدش باید اطلاعاتتون رو وارد بکنید. اطلاعات شماره شبا هست که حتما آر ابتداش باید وارد بشه. نام دارنده شبا حتما به فارسی باید وارد بشه که زیرش توضیحات هست. شهر رو انتخاب میکنید، ملیتتون رو انتخاب میکنید که بعد در این مورد دقت داشته باشید که اگر ملیت شما خارج از ایران باشد باید حتما مجوز اقامت داشته باشید. نوع وبسایت رو انتخاب میکنید، آلمان یا ایتالیا. نوع ویزاتون رو انتخاب میکنید که کدومی که از ویزاهایی که داخل وبسایت هستش مورد نیاز شماست. نوع خدماتتون عادی یا اختصاصی رو انتخاب بکنید. تو اختصاصی فکر میکنم حدود 115 یورو شما باید بیشتر به ویزا متریک پول پرداخت بکنید. نوع واریزیتون با کارت حالت کارت به کارت بوده یا حواله بانکی بوده که این رو انتخاب میکنید. تاریخ رو فرمت درست وارد بکنید حتما. این مورد خیلی تکرار شده، بخاطر همین تاکید میکنم که دقیقاً با همین فرمتی که اینجا نوشته شده وارد کنید. اگر شما سال 1402 و ماه 3 هستید به این حالت 3 ننویسید، 3 باید بشه 03 و همین مورد باید برای روز هم اعمال بشه. یعنی شما اگر میخواید روز 4 رو انتخاب کنید بگید 04. کیبوردتون حتما انگلیسی باشه، با کیبورد فارسی وارد نکنید. اگر از لینوکس و مک استفاده میکنید خیلی دقت کنید که کیبوردتون فارسی نباشه. شماره کارتتون رو وارد میکنید. اگر اینجا نوع واریزیتون شماره کارت بوده، اگر هم که حواله بانکی بوده، اینجا شما آیدی انتقالتون رو میتونید وارد بکنید. و در مرحله بعدی تعداد متقاضیان خودتون انتخاب میکنید.
هر تعدادی که هست از 1 تا 6 وبسایت پشتیبانی میکنه. شما اون تعداد رو اینجا وارد میکنید. نام متقاضی باید انگلیسی وارد بشه، نام فامیلی باید انگلیسی باشه، حتما تمام حروف بزرگ باشه مثل پاسپورتتون، ماه تولد، سال و شماره پاسپورت با حروف بزرگ باید وارد بشه. فاصله و موارد این چنین نباید داخلش وجود داشته باشه. شماره تماس اول اجباری هست، یک شماره تماس باید وارد بکنید. شماره تماس دوم اجباری نیست. آدرس ایمیل هم اجباری هست، باید حتما وارد بشه. اگر تعداد متقاضیان شما بیشتر هست، مثلا 2 مورد هست و موارد این چنینی، اطلاعات میشه که تکراری باشه. این شماره تلفن نفر اول و نفر دوم یکسان باشه یا آدرس ایمیل اول و دوم یکسان باشه، ولی بهتره که این کارو نکنید. حتما شماره و اطلاعات شخصی اون فرد رو وارد بکنید که براتون راحت تر این فرآیند انجام بشه. بعد از که این وارد کردید، روی دکمه ذخیره میزنید و فایل برای شما سیو میشه. بعد از که سیو شد، این پایین براتون شناسه پروفایل میاره که این وبسایتی که این موردی که من اینجا وارد کردم وبسایت آلمان هست، نوع ویزا تایید تصدیق مدارک هست و این دکمه حذف رو شما داخل حالت عادی نمیبینید. این اکانت چون الان اکانت آژانسی هست، دکمه حذف داخلش نوشته داده میشه. شناسه پروفایل 3767 هستش و این شناسه به شناسه کاربری شما داخل وبسایت ارتباطی نداره. شما بعد از اینکه این رو انتخاب خواستید فعالیتش رو شروع کنید، وارد وبسایتی شده بودید، انتخاب شناسه ربات رو کلیک میکنید. از این بخش سلکتور شناسه‌ای که بود رو اینجا انتخاب میکنید. بعد از اینکه انتخاب کردید به شما یک پیام میده مبنی بر اینکه شناسه ست شد. اگر فرآیند درست باشه، ربات شروع به فعالیت میکنه و اگر هم اون فرآیند در اون مرحله برای شما انجام نشد، یک بار صفحه رو رفرش کنید و باید شروع به فعالیت بکنه. یک موردی در این فرآیند وجود داره که من بهتون توضیح میدم که اشتباه این رو انجام ندید و از سوالاتتون کم بشه، چون این سوال بارها و بارها از سمت شما از ما پرسیده شده. این موردی هست که شما میپرسید آیا من میتونم ربات رو 2 بار نصب بکنم، 2 جا بازش بکنم و موارد این شکلی. به زبان خیلی ساده ای میخوام این رو بهتون توضیح بدم که براتون قابل درک باشه. شما یک اینترنت دارید داخل منزل و میخواید این وبسایت رو باز بکنید. چه با ربات باشید، چه بدون ربات باشید، با موبایلتون، با کامپیوترتون و با هر آن چیزی که قرار وبسایت ویزامتریک فقط باز بشه، فقط یک فعالیت میتونه وجود داشته باشه. فقط یک فعالیت. ربات وقتی داره روی وبسایت فعالیتی انجام میده، شما نمیتونید روی یک مرورگر 2 تا تب باز کنید، روی 2 تا مرورگر یک تب مختلف باز بکنید. این امکان وجود نداره و سایت شما رو بلاک میکنه. زمانی که شما با کامپیوترتون صفحه وبسایت ویزامتریک رو باز کردید، با موبایلتون هم نباید برید داخل وبسایت ویزامتریک. بر روی یک اینترنت یک فعالیت فقط باید وجود داشته باشه، فقط و فقط یک فعالیت. و اگر میخواید فعالیت دومی داشته باشید، باید سیستم مستقلی برای اون داشته باشید. میخواید با موبایلتون رزرو وقت داشته باشید، روی موبایلتون اینترنت خطتون میتونید باش فعالیت داشته باشید. حتی برای بررسی کردن یک لحظه نباید این کار رو انجام بدید. یعنی باید جداگونه باشه. اینترنت و دستگاه باید جدا باشه تا بتونید 2 فعالیت داشته باشید. انگار شما یک نفر دیگری هستید دارید استفاده میکنید. اون وای فای، اون اینترنت فقط یک فعالیت روش باشه. این رو چندین بار تاکید کردم که بدونید که نباید 2 تا فعالیت همزمان داشته باشید. خیلی سریع به مرحله تقویم میرسه. روی تقویم صبر میکنه تا زمان شما به پایان برسه. زمان 2 تا هست. یک زمان این قسمت بالاست که 10 دقیقه زمانی هستش که سایت ویزامتریک برای شما در نظر گرفته. بعد از اینکه این 10 دقیقه تمام بشه، شما به برگه اول برمیگردید. در غیر این صورت امکان داره شما یک 15 دقیقه زمان دیگه هم دارید که اون اکسپایر بشه. اون 15 دقیقه برای کلودفلر هست. اگه توجه کرده باشید، من به محض که وارد وبسایت شدم، الان رباتو فعال کردم، یک لحظه رفت روی کلودفلر و یه تیکی بود که اون به صورت اتوماتیک رد شد و
رفت. بار اول شاید به صورت دستی بهتون بگه که اون تیک رو بزنید، ولی از بار بعد دیگه این ازتون نمیپرسه توی فایرفاکس، ولی کروم هر بار این فرآیند رو باید با دستی تایید کنید و برید. خب توی این قسمت شما نیاز نیست کاری انجام بدید، همینجا ثبت میکنید تا تقویم باز رو ببینید. به محض که تقویم باز بیاد برای شما یک پیغام میبارن که سبز توی این قسمت تقویم بسته میاد که تقویم بازه. اگر صدای سیستمتون زیاد باشه یک رینگی برای شما پخش میشه که این تقویم باز شده و همون لحظه شما میتونید اینجا روی تقویم کلیک کنید و تایم مورد نظرتون انتخاب کنید و بقیه فرآیند رو انجام بدید. این در زمانی هستش که شما خیلی سریع به وبسایت به تقویم باز رسیده باشین و جزو افرادی باشین که به خطای 502 بر نخوردید، یعنی هنوز ترافیک سایت بالا نرفته. که این فرآیند هم حالا داخل یک آموزش دیگه بخشش توضیح دادیم که چجوری میتونید اون موارد رو بهتر رد بکنید. خب این بخش میتونه ارورهای خاصی داخلش وجود داشته باشه. ما به صفحه اول برمیگردیم، من یک توضیح مختصر بهتون میدم. توی این بخش شهر اگر گیر کردید احتمال داره که شناسه پرداختی شما درست نباشه. بخش قبلی که رد شد برای اطلاعات کاربر خیلی سریع رد شد، شما داده های داخلش رو ندیدید، ولی اینکه داده ها پر شده. از این لحاظ خیالتون راحت بشه، در مورد اینقدر سوال نپرسید لطفاً و اگر خواستید شناسه رو تغییر بدید اینجا کلیک. خب در این مرحله به همین حالت شما ثبت میکنید تا تقویم باز رو ببینید. ربات خودش این فرآیند رو انجام میده، هر 30 ثانیه روی تقویم رفرش میکنه و اگر تقویم باز بود به شما باز رو نشون میده. حالا اون 15 دقیقه که بهتون گفتم کجا نمایش داده میشه؟ ما اولین ورودمون وبسایت اون تیکی کلودفلر رو از همون پرسید و اگر شما زمان بگیرید 15 دقیقه بعد ربات توی هر مرحله‌ای که باشه به شما اون خطایی نشون میده، مبنی بر این که زمان شما به پایان رسید از سمت کلودفلر و باید به صفحه اول برگردید. این به معنیه که اون 15 دقیقه دوم شما به پایان رسیده و باید در هر جایی که باشید به صفحه اول برگردید که علاوه تکنیکالی خطای 403 شما دریافت میکنید. این خطا میتونه در هر جایی برای شما رخ بده. ربات اون رو شناسایی میکنه و شما رو برمیگردونه به صفحه اول و این فرآیند رو مجدد انجام میده. حتما توجه داشته باشید که بعد از فرآیند انتخاب تاریخ شما چند مورد رو باید دستی انجام بدید و چند مورد به صورت اتوماتیک انجام میشه که من موارد رو براتون توضیح میدم به چه حالت هست. این ویدیویی که الان براتون دارم میذارم ارتباطی به ویدیوی قبلی نداره و توی زمان دیگه رکورد شده، فقط برای بخشایی که اتوماتیک انجام میشه و نمیشه و موارد اینچنینی و توی بازده ترافیک بالای سایت رکورد شده. شما وقتی این صفحه رو میبینید اون بالا یک قسمت با رنگ بنفش نوشته ترافیک سایت بالاست و ربات به صورت اتوماتیک بعد از 30 ثانیه مرحله رو تکرار میکنه. توی این مرحله شما باید صبر کنید تا مجدد تقویم رو بگیره. ببینید تقویم هست ولی هیچ فیلد تایمری و مورد اینجنینی زیرش وجود نداره. این یعنی که اصلا توی لول اول تقویم رو شما ندیدید. الان تقویم باز شد، یعنی که اون 30 ثانیه گذشت و تونست تقویم رو بگیره. اگر نگرفت که باید صبر کنید، اگر گرفت که این مورد رو میبینید. روی تقویم کلیک میکنید، روی روزی که میخواید انتخاب کنید میزنید، تقویم شروع میکنه روزها رو برگردونه، یعنی شروع میکنه بررسی روزها. یه دکمه مشکی رنگی وجود داره، نمایش دکمه مخفی، روزها و دکمه بعدی. اون دکمه نکسی که میبینی احتمال داره از بین بره یا روزها احتمال داره پاک بشه. حالا موردی که وجود داره، یک موزیک اونجا پلی شده که توی تقویم باز وجود داره که این رو شما صداشو متوجه میشید که تقویم باز رو ربات دیده. این در مورد این و در مورد ریسپانس ها حتما بخش اینسپکت المنت مرورگرتون باز باشه. تب کنسول فرآیندی که داره انجام میده رو بهتون نشون میده که الان گفتش که من روز 1 برج 10/2023 رو سلیکت کردم. شما به هیچ چیزی کلیک نکنید، روی بارگذاری مجدد هم کلیک نکنید، خودش باید به صورت اتوماتیک این رو بیاره که الان 3 ساعت رو برای شما آورد. روی یک دونه از ساعت کلیک میکنید، ساعت سلکت میشه، ربات فعالیت رو نشون میده.
دو حالت داره. یا دکمه غیب میشه که الان غیب شد، روی اون دکمه مشکی زدم دوباره اون برگشت و هیچ اتفاق دیگه ای نیفتاد. روی دکمه نکس مجدد زدم و این اتفاق دوباره نیفتاد. ببینید وقتی یک روزی سلکت میشه احتمال داره که روز باز باشه یا بسته باشه. اول تلاشتون روی همون ساعت انجام بدید. ربات داره اون پس زمینه کار خودش رو انجام میده. شما هر حدود 15 ثانیه، بین 10 تا 15 ثانیه بهترین حالته، میتونید روی بعدی کلیک کنید. اگر دیگه چند بار تلاش کردید و دیدید 502 نشدید و رد هم نشد، روی یک زمان دیگه کلیک میکنید و صبر میکنید تا ربات اون رو دوباره یک بار بهتون بگه که این زمان پر شده. بعد روی دکمه نکس کلیک میکنید که اونم شما کی میفهمید سلکت شده؟ اون دور رنگ ساعت مشکی میشه. اون زمانی که مشکی شد شما روی دکمه نکس کلیک میکنید و این پیغامی هم که الان دیدید یعنی اون روز واقعا پر شده و باید برید روی ساعت دیگه یا روز دیگه، که من اینجا انتخاب کردم که یک روز دیگه رو بررسی بکنیم. رفت روی یک روز دیگه. باید حواستون باشه که این بین حداقل 15 ثانیه باید فاصله باشه. کمتر از 15 ثانیه اگر این فاصله باشه شما بلاک میشید و بالا تو ربات بهتون پیغام میده و همین گوشه سمت چپ هم به شما پیغام میده که بلاک شده. یعنی حداقل این زمان باید 15 ثانیه گذشته باشه ازش و مجدد ثبت میکنید تا زمانی که ساعتهای اون روز رو به شما برگردونه. اگر برنگشت این ساعتها برای شما، هیچ کاری نمیتونید بکنید، باید صبر کنید تا اون فرآیند انجام بشه. ربات این بخش رو به صورت اتوماتیک انجام میده که این ساعتهایی که الان باز شد از ساعت 8 تا ساعت 16 اگر اشتباه نکنم بله تعداد ساعتهای خیلی زیادی بود و شما روی 16 کلیک میکنید و ثبت میکنید تا دوباره این فرآیند از سمت ربات انجام بشه. روی دکمه نکست نیاز نیست بزنید مگر اینکه خودش به شما پیغام داد یا وقت پر شده یا حالا اختلالی به وجود اومده که اینجا انجام شد، رفت مرحله بعدی. این تیک ها میشه به صورت پر شدنی باشه، یعنی پرش کنید یا پرش نکنید مهم نیست، چون توی ویزامتریک مجدد این سوال از شما میپرسن و میتونید این رو تغییر بدید. وقتتون رو برای این تیک میتونید هدر ندید و روی دکمه نیکس بزنید. توی بخش نتورک اگر توجه کنید یک داده پست شد به سمت سایت و هنگ کرد. الان یک قسمت 200 برگردون و اون قسمت بعدی پیغام استاتوس نداره. این یعنی که ارسال شده به سمت سرور و منتظر جواب یا 502 میشه یا کد ایمیل برای شما ارسال میشه که تو این مورد کد ایمیل ارسال شد و بعد از اون شما ایمیل رو باید وارد بکنید که من اینجا ایمیل رو براتون وارد میکنم. به این حالت ایمیل رو میزنیم، روی دکمه نکس کلیک میکنیم، باز اون فرایند 502 رو ما داریم. اینجا همون بخشی هست که بهتون گفتم دستی باید رد بشه. شما 7 ثانیه میشمارید روی دکمه نکس میزنید، 7 ثانیه میشمارید روی دکمه نکس میزنید تا زمانی که این اشارهگر موستون هنگ بکنه، یعنی بره تو حالتی که هنوز جوابی من دریافت نکردم. الان این اتفاق افتاد. نگاه کنید ریسپانس کانفرمیشن کد سند ایمیل هیچ داده‌ای از استاتوسی نداره و باید صبر کنید تا این فرآیند انجام بشه که یا 502 میده یا این اتفاق براتون احتمال داره بیفته. این اتفاق زمانی که افتاد یعنی شما داده هاتون درسته. داده ها رو نگاه کنید، من تو اون بخش دارم نشون میدم. صفحه رفرش میکنید، این ارور 502 هست. صفحه رفرش میکنید، هر 7 ثانیه یک بار روی ریسنت میزنید. انقدر این کار رو انجام میدید تا اون 15 دقیقه‌ای که دوم بود و به شما گفته بودم تموم بشه. یعنی شما از سمت کلودفلر به سشنتون پاک بشه، اکسپایر بشه و مجبور شید به صفحه اول برگردید. این مرحله رو باید مداوم تکرار کنید، یعنی برنگردید از اول. اگر اون خط بالا برای شما به این آدرس تبدیل شد، یعنی به اون آدرسی که انتهاش کرییت داره، تکنیکال پروبلم به شما میده. این تکنیکال پروبلم به معنی اینه که داده هایی که سمت شما ارسال شده امکان داره مشکلی داخلش باشه یا امکان داره که اون سیستم اتنتیکیشن وبسایت ویزامتریک به شما اروری داده باشه و اگر این رویه رو خیلی داشتید، یعنی به حجم خیلی بالای این خطا برای شما به وجود اومد،
باید مکادرس کامپیوترتون رو تغییر بدید، مرورگر دیگه ای استفاده بکنید، مرورگرتون کامل کش رو پاک بکنید و مجدد ربات رو نصب بکنید و برید. اگر این مورد در چند هفته برای شما به صورت مداوم پیش اومد، این فرآیندی که بهتون گفتم رو باید انجام بدید. ولی اگر نه، فقط دوره اولتونه که دارید این کار رو انجام میدید، اشکالی نداره، همین فرآیند رو پیش برید با رفرش کردن روی صفحه به صورت مداوم. اینجا اون بحث پلی موزیک بود که من تیکش رو روی حالت الاو گذاشتم که از این به بعد پیغام باز سایت رو من صداشو بشنوم که اگر مرورگر بلاک کرد ببینم. تو اینجا من رفرش کردم و هی صفحه برمیگرده از اول و این فرآیند رو هی دارم من تکرار میکنم تا از ارور تکنیکال و ارور 502 رد بشم. این رو توجه کنید که اون پایین نوشته waiting for Google Dash Analytics. این یکی از فایل هاییه که ارزم به حضورتون وبسایت ویزامتریک نصب کرده برای تحلیل وبسایتش، ولی خب از آی پی کشورهای مختلف سخت باز میشه، مخصوصا از ایران. احتمال روی اون هم باز گیر بکنید، ولی تا زمانی که این ریسپانس رد نشده شما این فرآیند رو هی تکرار بکنید تا زمانی که بهتون کد پی ان آر بده. برای نصب ربات روی گوشی‌های اندرویدی، روی گوشی‌های آی او اس نمیتونید این کار رو انجام بدید. روی گوشی اندرویدی وارد کافه بازار یا پلی استور بشید، کیوی رو سرچ بکنید، کیوی براوزر رو انتخاب بکنید، این مرورگری که رنگ آبی داره هستش نصبش کنید و میتونید همزمان فایل ربات رو هم از سایت دانلود بکنید. من وارد وبسایت میشم. بخش ربات ها شما میتونید لینک آخرین ورژن رو بزنید، ربات برای شما دانلود میشه. بعد از اینکه ربات دانلود شد ما برمیگردیم مجدد به اپلیکیشن کافه بازار تا مرورگر نصب بشه. روی اینستال کلیک میکنید، مرورگر رو باز میکنید، روی 3 خط بالا میزنید، روی گزینه اکستنشن کلیک میکنید. اینجا چند تا مورد هست، شما روی این from.zip کلیک میکنید، فایل منیجر گوشیتون رو باز میکنه. فایلی که دانلود کردیم داخل پوشه دانلود رفته که حالا من اینجا دارم میبینمش، بات UV، حالا اسمش همیشه متفاوته. روی این کلیک میکنید، فایل زیپ رو داخل مرورگر لود میکنه و این یعنی که تمام فرایند انجام شده. یک تب جدید باز میکنید، وارد وبسایت ویزامتریک میشید، درخواست قرار ملاقات رو میزنید و روی رزرو قرار ملاقات برای ویزای ملی میزنید که حالا این هر اسمی میتونه باشه، ولی مهم اینه که شما داخل اون بخشی که مورد نظرتونه بیایید. چه وبسایت آلمان چه وبسایت ایتالیا همین فرآیند رو داره. کد توکنی که از سایت گرفته بودین رو توی این بخش وارد میکنید، درخواست فایلسازی رو میزنید و فرآیند مثل فرآیند کامپیوتر انجام میشه. در زمینه سرویس های دیگه من بهتون توضیح میدم که اگر خواستید اطلاع رسانی بهتون بشه بابت باز بودن سایت، این رو در موردش اطلاعات کافی داشته باشین. به 3 حالت شما میتونید متوجه بشین که سایت باز هست یا باز نیست. مورد اول، روی صفحه اصلی وبسایت اگر برید قسمت اعلام باز وجود داره که وقتی روش کلیک کنید برای شما به صورت لیست نشون میده که فرآیندهایی که از سمت سرورهای ما داره انجام میشه روی وبسایت ویزامتریک به چه حالت هست، ولی این سیستم 5 دقیقه به شما دیرتر اعلام میکنه. اگر خواستین که اعلام زودتری داشته باشین میتونید از سرویس هایی که به صورت VIP طراحی شده استفاده بکنید که داخل پنل کاربریتون هست و یک بخش به صورت پیامکی وجود داره که شما میتونید ارزم به حضورتون SMS دریافت بکنید بابتش که
وبسایت باز، تمام تایل ها ارسال میشه براتون، از جمله تایل ایتالیا و آلمان با زیر مجموعه هاش. میتونید این رو تهیه کنید. و مورد بعدی اعلام باز در کانال های VIP هستش که کانال ایتالیا جداگونه هست، کانال آلمان جداگونه هست و داخل کانال ها برای شما ارسال میشه که وبسایت باز هست یا بسته است. این کانال ها فقط برای اعلام ساخته شده و داخلشون چت وجود نداره. و بعد از 5 دقیقه داخل کانال عمومی هم اعلام میشه که به صورت رایگان هست. و مورد بعدی هم عرضم به حضورتون بخش تحلیل هایی هستش که داخل خود وبسایت وجود داره، مثل همین بخشی که روی وبسایت اصلی دیدید. اینجا یه بخش تحلیل ها وجود داره که دسته‌بندی شده است. شما میتونید وبسایت ایتالیا بر فرض مثال تحصیلی برج 10 رو انتخاب کنید، برجی که الان داخلش هستیم، و فرآیند رو اینجا ببینید. بدون تأخیر میتونید این فرآیند رو شما اینجا داشته باشید و مشاهده کنید. من زمان بررسی رو الان به شما نشون میدم. الان ما 3:29 هستیم و اینجا هم 3:29. این تایمی بوده که در 1 دقیقه این تعداد بار وبسایت از سمت ما بررسی شده که آیا سایت باز هست یا باز نیست. فقط برای بخش تحصیل. تمام بخش به همین حالت است، آنن داره بررسی میشه و اگر باز باشه شما آنن متوجه اون بررسی میشین. در هر 1 دقیقه هر بخش حدود 10 تا 15 بار امکان بررسی داره و خیلی سریع متوجه میشید از باز بودن سایت. اگر سریع متوجه بشید میتونید تو 1 دقیقه اول وقت خودتون رو بگیرید، چون ربات سریعتر از 1 دقیقه به تقویم میرسه. اگر من این بخش رو به صفحه اول برگردم 3 4 5 6 حدوداً 10 ثانیه شما تا این بخش میرسید که تایمر خود وبسایت هم حدود کمتر از 10 ثانیه رو ثبت کرد. اگر توی 1 دقیقه اول وارد وبسایت بشید به راحتی وقت میگیرید، ولی اگر از 4 تا 5 دقیقه بگذره گرفتن وقت خیلی سخت میشه براتون و حتما باید موارد تکنیکال ارورهای 502 و این موارد رو باهاش چالش داشته باشید. عرضم به حضور شما مورد دیگه اینجا وجود نداره، فقط در مورد پشتیبانی بهتون صحبت میگم که پشتیبانی داخل وبسایت هست. لطفاً داخل تلگرام پیامی ارسال نفرمایید، به ادمین ها پیغام ندید و هر سوالی دارید ارسال تیکت داخل وبسایت داخل بخش پشتیبانی هست. عنوانتون رو مشخص کنید، نوع تیکتتون این 4 مورد میتونه باشه و توضیحاتتون رو بفرستید. اگر موردی بود که نیاز به ارسال عکس داشت میتونید عکس آپلود کنید ارسال کنید. توضیحات بالا رو حتما مشاهده کنید که نسبت به این شرایط ارسال کنید. ساعت پاسخگویی مشخصه، زمان پاسخگویی به شما مشخصه. بعد از اینکه پاسخ به شما داده شد یک SMS براتون ارسال میشه که تیکتتون پاسخ داده شده و میتونید وارد وبسایت بشید جواب خودتون رو ببینید. یک تیکت در طول روز برای افرادی هستش که سرویسی ندارن، این سوال اولیه‌ای دارند، و افرادی که سرویسی داخل سایت دارن که کاربرهای VIP حساب میشن 3 پیام در طول روز میتونن ارسال بکنن و پیاماشون در طول روز پاسخ داده میشه. این برای بخش پشتیبانی شما بود و این آموزش و آموزش هایی که بروز میشه داخل بخش آموزش ها حتما قابل مشاهده هست و داده دیگه ای فعلا وجود نداره. انشالله تا فرآیندهای دیگه که با آموزش های دیگه در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.